زیر یک پرچم، زیر یک پرتو انسان دوستانه، یکی از صاحبکاران وطن دوست و ملت دوست و آبادکار عبدالرحیم کلابی. با دستگیری این صاحبکار ما در شهر کلاب محله وحدت آباد یک چاه عمودی با چقری 155 متر آماده کردیم. از نام تمام ساکنان به این شخص سخاوتمند اظهار منتداری میکنیم. بگذار خداوند در کسب و کارتان برکت عطا کند و عمرتان را دراز گرداند. بیا یک جایه از مردم پرسان میشویم و کشاده شویش تماشا میکنیم. الله مهربان، کسانی که در این کار خیر دست دارند، خدمت کردن، مبلغ گذاری کردن و این مردم به این آب شیرین خرسند کردن، خداوند دنیا و آخرتشان را آباد بگردانه و صف همین خیل جوانان را خدایا در جمهوری تاجیکستان ما زیاده بگردانه، همه مادرها را خداوند به سبب امین آب با خرسند بگردانه و صلی الله تعالی علیه. تشکر. بسم الله. ماه می سال 2010 شهر کلاب از یکی آفت‌های طبیعی شدید آبخیزی کلان سخت ضرر دید. این رویداد یکی از بزرگترین فلاکت‌های طبیعی در 10 ساله آخر در جنوب تاجیکستان به حساب می رود که چندین هزار خانه ویران شده، هزارها مردم محتاج ماندند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان اینها را به هر قطعه ها تقسیم کردند. خرسندی مردمی که در اینجا شما دیده ایستاده‌اید، اینها همان مردمی هستند که از آفت طبیعی ضرر دیده بودند به اینجا کشاندند. این اقدام برای بهتر کردن آب نوشاکی برای محله بررسی شده است. خب افجان چه گفتنی دارید؟ گفتنی دارم که امروز خرسندی خرد و کلان محله وحدت آباد هر دکان ندارد. از خرسندی همشون در تنهاشون خورندیدن و تونستن که وقتی آب دیدن خرسندی خودم در هیجانم. ما چندین سال باز بود که از آب نوشاکی بسیار تنقیسی کشیدیم. خوشبختانه با دستگیری سایکارا که امروز آمده برای ما یک چاه 155 متر کنده و ما سپردن. بسیار منتدار هستیم. شخصا از نام خودم و از نام همه اهل محله خرد و کلان محله به همه همین سایکارایی که سهم خودشون رو گذاشتن، از آن جمله به همین استاهایی که مهنت کردن، کسی که در اینجا خدمت رسوندن، به همه و از نام خودم شخصا از نام خرد و کلان محله تشکر بسیار منتداری بسیار بیان میکنم. سلام علیکم ساکنان محله وحدت آباد. کم ترک میخواهم که درباره تاریخ این محله گپ زنم. سالهای 50 هم همین زمینه که ما قرار داریم سالهای 50 بنیاد شدگی. در اینجا کوه پشته بود، کوه پشته را هموار کردن. مردمی که در همین جا بود تراکتوریستا وقتی هموار کردند همین زر طلا و سفالپورای افتن. ولی ممکن وقتی کندن ممکن چاهوده همین مردم هم بیاون. و امروز که در دایره 10 سالگی عملیات او برای حیات صدای امید برای همین مردم یک چاه عمودی در چقدر 155 متر کنده است
از زر طلا دم قیمتتر است برای این مردم، زیرا که خرسندی مردم امروز حد کنار ندارد. و در آخر گفتنیم که بیا آباد کن یک خانه را و یا تعمیر کن ویرانه را، اگر در از دست این آن نآید به زیر خاک بنشان دانه را. هزار رحمت به صدای امید و به صاحبکار حاجی عبدالرحیم کلابی. شاعر لطیفی هستم، هنرپیشه تئاتر سیدعلی ولیزاده. من یک شعر ایجاد کردم، بخشیده به 10 سالگی آب عمل برای رشد استوار. ابتدا اول به نام آن خدا، هم درود بر رسول مصطفی. میکشایم من زبان بحر دعا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. صد سلام از ما به نام پیشوا، مشعل رخشان ملت رهنما. زنده و جاوید ماند نام او، بر شما گویم ز یک اقدام او. پیشوای ما چنین دارد قرار، آب عمل 10 ساله رشد استوار. آب باشد منبع جان در حیات، تشنه را از مرگ دادستی نجات. تاریکی از نور او روشن شود، هر زمین مرده چون گلشن شود. در جهان آب است گنج بها، شد برون از آب نور مصطفی. ملک آباد است با آب زلال، آب باشد مرهمی بزم وصال. با امید از تحت دل گویم صدا، خیر سازد آب اندر ملک ما. تاجیکستان آب باشد ثروتت، نیروی برق است فخر ملتت. این سخن بشنیده ایم بر گوش خویش، پیشوا گفت تاجیکستانم به پیش. تاجیکستان به پیش. من طالب جان یونسف، سردجار تئاتر مسحک موسیقی شهر کلاب نامدار. من سالهای زیاد است که در این محله زندگی میکنم و این محله با آسانی براستی که خیلی آباد نشده بود. سال 2010 بود در کلاب، اگر که همه شنیده که آبخیزی شد و یک محله کلان زیر آب ماند، یعنی هم زیر آب ماند و هم به خانه و جا ماند. و این با تشبوس شخص بزرگ، پرزیدنت کشورمان، پیشوای بزرگ دستگیری کرده این محله را برای ما شهروندان آباد کردند و به هر یک خاندانی که اذیت دیده بود به هر یک خاندان صاحب خانه شدند. این خدر گلگشت های خوب شدند و خلاصه که طی چند سال است که این مسئله آب دیگر قطعه به مثل قطعه ما اینقدر عذاب نکشیدند و امروز خرسندی این محله وحدت آباد حد کنار ندارد. از چی سبب؟ از سبب آن که شما وارد شخصیت های بزرگ مثال آمدید. این هم همش با رازگی خدای تعالی بود که همین خدای تعالی شما را روان کرد که یعنی که اینجا حقیقتا هم از بیابی به حد تقسیم کشیدن. برای همون بزرگوار میگه که از صبح همیشه جانب شام رویم، از صبح همیشه جانب شام رویم، ز آغاز همیشه سوی انجام رویم. با نام رویم اگر هیچ است اجل، ترسیم از آن اجل که بی نام رویم. اول سلام و عرض سپاس خودم را و اهل دیهمان را و همین جوانمردی که صاحب کاری که سهمی خچه در همین گذراندگی مینداری بیان میکنم. خداوند پروردگار صفی همین خیلی جوانمردا را زیاده بگرداند. پروردگار دستی درازش بده، اقبالش بده، او روش بده. پروردگار ای جمعی آفت‌ها نگاش بداره. پروردگار خداوند همیشه سربلند و آباد باشید. الله اکبر. بهترین عمل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که این آب دادن است، افضل ترین صدقه. ما هم از برادرمون امید جان تشکر زیاد میکنیم که در این کار خیر دست دارند و همراه برادراشون در این کار دستگیری کردند و استاد برادرایی که در این جمع آمدن خدمت کردند. خداوند دنیا و آخرتشون را آباد بگردونه. خداوند همین کار برای برادرها آسان بگردونه. الله ان شاء الله که آسانش گردان و مادرها و
برادرایی که در این محله زندگی میکنن سالهای دراز از آب تنقیسی میکشیدن، انشالله که به سبب دستگیری همین برادرها همین کار حل فصل خودش یافت. بازم دعا کنیم خداوند دنیا و آخرتشون را آباد بگردونه، کسب کار و امر جانشون در برکت عطا کنه. الله مهربان جمهوری تاجیکستان ما را همیشه و بردوام صلح و صلاح تنجی و امانش نگه بداره. خداوند خیر و برکت را در سرزمین ما خدا نازل بگردونه. پیشوای ملت که همیشه در سخنرانیش برای آبادی ها گم میزنه، خداوند همین سخنهای پیشوای ملت هست که مردم امروز برادرها تصمیم گرفتن برای کارهای خیر. خداوند در کسب کار امر جانشون برکت عطا بگردونه. تاجیکستان عزیز را یک جای آباد میکنیم. تاجیکستان با پیش